توی درس سوم پس توی درس اول یه مروری میکنیم، گفتیم که اشیای پیرامون من، حتی بدن من، بعضیا بدن خودشون رو هم در واقع درون حساب میکنن، نه. بعضیا مغز خودشون رو درون خودشون حساب میکنن، نه. مغز و چشم و گوش و درون و اون گوشت و استخوان و همه این بدن من در واقع هیچ معنایی ندارد، بیرون از من هست، بیرون از من قرار داره. حقیقت در یک بدن فانی قرار نداره. حقیقت خارج از این بدن فانی حضور داره. حالا نمیدونیم کجاست و اینها، راجع به این نمیخوایم صحبت کنیم، ولی پس توی درس اول گفتیم که هر چیزی که میبینم، چون بدن رو هم میتونم ببینم، هیچ معنایی ندارد. من اینها رو بهشون معنا میدادم، ولی الان میگم هیچ معنایی ندارد. توی درس دوم راجع به این صحبت کردیم که کسی که اون معناهای توهمی، اون معناهای اشتباه، اون معناهایی که حجاب حقیقت هستن رو داده، خود من هستم. و حالا اینجا میگیم من هیچ چیزی را که در این اتاق میبینم درک نمی کنم. پس من کاذب یا ایگو معنا میداد و هر معنایی که میداد معنایی نداشت، یعنی بی معنایی بود، اصلا از حقیقت دور بود، حجاب بود، حجاب ذهن و آرامش بود. و حالا توی درس 3 میگه که من به همین دلیل نمیتونم چیزی رو درک بکنم. هیچ چیزی را که در این اتاق میبینم درک نمیکنم، چون همش دارم حجاب ایجاد میکنم، همه چیز رو دارم از همدیگه جدا میکنم، به این زبری میدم، به این نرمی میدم، به این زیبایی، به این زشتی، اما این به من درک نمیده. فقط دارم هر چیزی رو در حقیقت از هم جدا میکنم، ولی هیچ چیزی از هم جدا نیست، همه چیز در یگانگی است. این معانی که من میدم باعث میشه که درک نکنم. چی رو درک نکنم؟ یک حقیقتی وجود داره که باعث میشه معانی مختلف من نذاره حقیقت رو درک بکنم، که من با همه چیز یگانه هستم. همه این چیزها درون ذهن منه. این رو نمیتونم درک بکنم. همه چیز رو دارم تکه تکه میکنم با معانی مختلف. دارم جداشون میکنم. توجه به این میز، توجه به هر چیزی باعث میشه که، یا معنی دادنهای من به اونها باعث میشه که نتونم درک بکنم. حقیقت رو نتونم ببینم. همش دارم میز رو میبینم، ولی حقیقت رو میخوام ببینم. نمیخوام دیگه صندلی ببینم، میخوام حقیقت رو ببینم. نمیخوام دیگه مرگ ببینم، نمیخوام دیگه بیماری ببینم، نمیخوام دیگه زجر و فقر ببینم. تا وقتی که اینا برای من معنی داشته باشن، هی بعد با اینا کلنجار برم، هی هر روز اینا رو میبینم، هر چند ماه شاهد یه اتفاق عجیب و بد هستم، چون اینها برای من معنا دارن. احساس میکنم زندگی یعنی مرگ، بیماری، بدبختی، چون اینها برای من معنی دارن. اگر من این معانی رو رها بکنم، میبینم که در پس این همه فقر، بدبختی، تکه تکه بودن هر چیزی، جدا جدا بودن هر چیزی، یک حقیقتی، یک آرامشی، یک عشقی وجود داره و من از اون عشق پر میشم. اما الان از اون عشق پر نیستم. چرا؟ چون جاش معانی مختلفی گذاشتم، حجاب‌های مختلفی گذاشتم. من از فلانی جداام، من از اون جداام، اون بده، اون خوبه. اینا نمیذارم بفهمم، درک بکنم. فقط عشق وجود داره، فقط خداوند وجود داره. همش دارم تیکه تیکه ها رو میبینم. من میخوام خداوند رو ببینم. من میخوام در حقیقت باشم. پس اینجا میگه باعث میشه که من نتونم درک بکنم، نتونم بفهمم حقیقت چیه. به جای حقیقت دارم هی حجاب معانی رو میبینم. معانی که از خداوند نیستن، اینا رو همه خود من دارم ابداع میکنم و همش هم هیچه. میگه با این ایده نیز مانند ایده‌های قبلی تمرین کن، بدون تمایز قائل شدن به هیچ شکلی، یعنی هیچ بین هیچ چیزی به هیچ شیئی تمایز قائل نشو. مثلا به این میز بگو من درکت نمی‌کنم، چون هر چیزی که راجع به تو میدونم آموزش دیدم، سمبل ها هستن، واقعی نیست، قراردادیه و هی در
واحد زمان هم یعنی در طول زمان هم داره تغییر میکنه. قبلا میگفتن شیر خوبه، الان میگن شیر بده، الان میگن داروی بده، داروی ضرر داره، معلوم نیست چی به چیه. در همه چیز در حال دگرگونیه. این چه معانی هست که همش در حال تغییر هستن؟ این حقیقت نیست. اگر تو حقیقت بودی چرا از بین رفتی؟ اگر حقیقت بودی باید همیشه میموندی، همیشه در طی زمان میموندی. چرا از بین میری؟ چرا تبدیل میشی به یه چیز دیگه؟ پس تو واقعیت نیستی. من چیزی رو میخوام که تغییر نکنه، من چیزی رو میخوام که در آرامش باشه، من چیزی رو میخوام که ابدی باشه. نمیخوام چیزی رو نمیخوام که با زمان از بین بره. یه هر چیزی که میبینی یک موضوع به کار بردن ایده است. دوباره همون دیدن رو مطرح میکنه. مطمئن شو مناسب بودن هیچ چیزی را برای تمرین با این ایده مورد پرسش قرار نمیده. یعنی مطمئن باش که چیزی رو از قلم نمیندازی، چیزی رو مخصوصا حذف نمیکنی. اون حذف کردن ها خیلی مهمه. این تمرین دنبال اینه که ببینه تو چی رو حذف میکنی. اگر بتونی اون چیزی رو که ازش میترسی، نگرانی حذف کنی، اون موقع میفهمی که چقدر پیشرفت میکنی. همه چیز رو رها بکن، همه چیز رو رها بکن. بگو هیچ چیزی رو درک نمیکنم، بگو صلاح خودم رو هم درک نمیکنم، بگو من چیزی از این دنیا نمیدونم، نمیفهمم، تا خداوند تمام همه چیز رو به عهده بگیره، تا خداوند هدایت رو به عهده بگیره. بگو من هیچ چیزی نمیدونم، چون وقتی میگی میدانم نمیذاری خداوند کاری انجام بده. اون میدانم تو جلوی خداوند رو میگیره. خداوند میگه خب باشه، بذاریم ببینیم میخواد چیکار بکنه. اما وقتی بگی من واقعا درک نمیکنم، اون موقع شاید احمق به نظر برسه آدم، ولی میبینه که خداوند خودش به عهده میگیره همه چیز رو. در واقع یک حالتی از تسلیم شدنه. وقتی میگه من درک نمیکنم، وقتی من معنا نمیدم، میبینم که یه جور تسلیم شدن آزادیه که خداوند خودش ورود میکنه. عشق و یگانگی، آن چیزی که ورای همه این حجاب‌های معانی هست، خودش میاد و همه چیز رو هدایت میکنه و ما رو بی‌نیاز میکنه از هر چیزی، از نگرانی، از ترس، از خشم، از نفرت، ما رو رها میکنه. اینها تمرین‌هایی در مورد قضاوت نیستند. هر چیزی در صورت دیده شدن برای تمرین مناسب است. که گفتیم برخی از چیزهایی که می‌بینی ممکن است برای تو معانی حاوی بار احساسی داشته باشن. و میگه خودش هم داره اینجا در واقع جورایی اعتراف میکنه که یه سری چیزا هستن که احساسات آدم رو به شدت جریحه دار میکنن. آدم نمیتونه مثلا راجع به مادرش یا راجع به پدرش یا چیزای دیگه این حرف رو بزنه، یا راجع به چیزهایی که خیلی براش ارزشمند هستن. ولی میبینه که وقتی که این کارو میکنه خداوند میاد و خانواده‌ش رو، خداوند میاد و هستیش رو، خداوند میاد دنیاش رو در واقع مدیریت میکنه. میبینه خودش میشه دروازه ای از هدایت خداوند. درون آدم پاک میشه. از درون آدم برای پدر و مادر، یعنی خداوند مثل دستی میشه که از درون ذهن آدم به همه چیز ورود میکنه. وقتی که من معنی ندم، وقتی که بگم من درک نمیکنم، وقتی من معانی زیادی تولید نکنم، به هر چیزی نسبت ندم، خداوند وارد ذهنم میشه و من، خانواده، دنیای که دوش زندگی میکنم رو هدایت میکنه، حالا به قولی تبرک میده و رها میکنه. میگه سعی کن این احساس‌ها رو کنار بگذاری. یعنی اون بار احساساتی که خیلی زیاده برات پیش میاد، میگه سعی کن کنار بذاری و صرفا با این چیزها دقیقا مانده هر چیز دیگری تمرین بکنی. خیلی سخته که آدم بین یک کتابی که خیلی براش ارزش داره و یک چیز مثلا پوست مثلا سیب، اینها رو یه جور در نظر بگیره. ولی وقتی هی تمرین میکنیم میبینیم که واقعا چه تأثیر بزرگی داره وقتی تمایزی قائل نشیم بین چیزها و فقط و اون موقع است که میفهمیم که منم که واقعا الکی دارم ارزش میدم به موبایل، دارم به مثلا ارزش خیلی زیادی میدم نسبت به یه پوست سیب، مثلا پوست میوه سیب. میگه نکته این تمرین ها کمک به این است که تو بتوانی ذهن خود را از تمامی تداعی های قبلی پاک کنی. پس اینجا باید بگه associations، یعنی از تمامی وابستگی ها، یعنی از تمامی اون زنجیرهایی رو که در گذشته به خودت وصل کردی. ما داریم ذهن رو پاک میکنیم. ذهن من الان پر از معنیه و این معانی است که فکر میکنم در واقع حقیقت این دنیاست. مثلا باید مراقب خودم باشم، مواظب باشم که پولمو کسی نبره تا میتونم پول جمع بکنم.
از دیگران سوء استفاده بکنم، به دیگری کمک بکنم که فکر کنه من آدم خیلی خفنی هستم. همه اینها رو میخوام کنار بذارم و میخوام ببینم خداوند چیکار میکنه در سکوت، در رهایی، در آرامش. میخواهم خداوند همه چیز رو به عهده بگیره و خداوند اون معنی هست، اون معنی حقیقی هست که من دنبالش هستم. یه چیزها را دقیقا آنگونه ببینی که اکنون به نظرت میرسند و متوجه شوی که واقعا چه درک ناچیزی در مورد آنها داری. پس میگه در واقع تمرین، هدف این تمرین یا نکته این تمرین این هست که بتوانی ذهن خود را از تمامی وابستگی‌های گذشته، اون زنجیرهایی که به هر چیزی داری با معانی مختلف، یعنی میگه هر معنی یک وابستگی ایجاد میکنه. ذهن رو در واقع، نور حقیقت رو که در مرکز ذهن هست، این معانی میان دور این نور قرار میگیرن. ما میخوایم هر چیزی که میدونیم رو رها بکنیم، تمام دانسته هامون رو در مورد خوب و بد، زشت و زیبا رها بکنیم. و بعد میگه چیزها را دقیقاً آنگونه ببینی که اکنون به نظر میرسند. یعنی میگه ما میخوایم الان در زمان حال، یعنی اول در مورد وابستگی‌های گذشته صحبت میکنه که میخوایم اینها رو پاک کنیم از ذهن. این کمک میکنه که بفهمیم الان هر چیزی چگونه به نظر میرسه، چگونه دیده میشه. میخوام دیدن رو حالا بیاد بگیرم. گذشته یا اون وابستگی ها یا اون معانی که من میدونم، همه معانی که من میدونم اینها از گذشته اومده. همه اینها رو یاد گرفتم. همه اینها باعث میشه که نتونم ببینم. جلوی چشم حقیقت منو گرفته. چشم حقیقت من همه چیز رو با هم یگانه میبینه، در همه چیز نور میبینه، در همه چیز رهایی میبینه، ولی این معانی مختلف که همه اینها رو من ایگو ساخته، مانند حجابی هستن که نمیذارن به حقیقت رو ببینم. چشم معنویم رو نمیذاره باز بشه. معانی نمیذارن، معانی خود ساخته نمیذارن، تمامی معانی نمیذارن، چون میگه به هر چیزی که چشمت خورد بگو اینو. این معانی نمیذارن که چشم حقیقت من باز بشه. و بعد میگه متوجه میشوی که واقعا چه درک ناچیزی در مورد آنها داری. میفهمی که هر معنی باعث میشه که درک تو از حقیقت کمتر بشه. نتونی بفهمی که همه چیز یگانه است با خودت. بنابراین اساسی است که در انتخاب چیزهایی که ایده امروز رو برای آنها به کار میبری، باز بودن ذهن خود رو کاملا حفظ کنی که در بند قضاوت نباشد. اینجا در مورد این صحبت میکنه که ذهن باید باز باشه و قضاوت هم نکن. فکر نکنم چیزی نکته خاصی داشته باشه. و برای تمرین با این ایده نیز هر چیزی مانند چیز دیگر است. این خیلی مهمه. یعنی همه چیزها با هم دیگه یکسان هستن و تو هستی که داری فکر میکنی یه چیزی خیلی با ارزشه، یه چیزی خیلی کم ارزشه. همه چیز در حقیقت یکسانه و هیچه، همش یک تصویر، فقط پیکسله. حالا مثلا اگه توی تصویر بخوایم راجعش صحبت کنیم، یه نقطه هست، فقط هیچی نیست. یعنی همه چیز واقعا همه چیز فقط یک نوع تصویر هستن. ما این که به هر قسمتی از این تصویر در واقع یک معنی خاص میدیم. برای تمرین با ایده نیز هر چیزی مانند چیز دیگری است، همون قدر مناسب و در نتیجه همون قدر مفید. میگه واقعا ممکنه تو یک ذره خیلی کوچیکی کبریت ببینی و بگی که خب من راجع به این چرا باید بگم معنایی نداره، چرا باید بگم که درکش نمیکنم. ولی میبینی ممکنه به یک در واقع چوب کبریت این حرف رو بزنی، یا مثلا به یک دونه مثلا سیب مثلا ممکنه این حرف رو بزنی، ولی یهو میبینی تو رو از 100 سال تمرین در واقع رها میکنه. یعنی به اندازه 100 سال تمرین تو رو جلو میبره. وقتی یک ذره خیلی بی‌ارزش رو میگی، بعضی وقتا یه چیز خیلی با ارزش هم میگی، همونقدر تاثیر رو میذاره. حالا اینو مهم نیست که ما راجع به این فکر بکنیم. یعنی اینکه میگه که ممکنه یک چیزی ببینی که به ظاهر بی‌ارزش باشه، به ظاهر تأثیری نداشته باشه، ولی یهو میبینی که تو رو از
چه میگن، تو رو خیلی جلو میندازه، تو رو خیلی خیلی به تو پیشرفت میده، باعث پیشرفتت میشه. این هم از درس سوم که میگفت من هیچ چیزی را که در این اتاق میبینم درک نمیکنم. یعنی این معانی باعث درک بیشتر من نمیشه، بلکه باعث میشن، تمامی معانی من باعث درک کردن من نمیشن. چیزی که آدم تعجب میکنه، من این همه مطالعه میکنم که بیشتر درک بکنم، ولی میبینیم که اتفاقا برعکس، این میشه یک حجابی که باعث میشه نفهمم که در زیر کلمات، زیر معانی، حالا ممکنه هزاران هزار کتاب در مورد مثلا فقط یه چه میدونم یه موبایل مثلا نوشته شده باشه، ولی میبینم همینها باعث میشن که نفهمم، درک نکنم که همه چیز با هم یکی هست. منم که اینها رو از هم جدا میکنم، همه اینها یک تصویره و اون کسی که این تصویر رو داره تجربه میکنه، اون حقیقت در آرامش، در امنیت، در معجزه و در یگانگی با خداوند قرار داره. این هم از درس سوم.